سلام بچه‌ها، خوش اومدین به اولین ویدیو چنل ما. امروز اومدیم با چالش yes or no. اولین ویدیو. خیلی برنامه واسهتون داریم ها. بریم که داشته باشیم سوالا رو. شروع کن سوالاتو ببینم چیا میخوای بپرسی. تا حالا گوشی پارتنرت رو یواشکی چک کردی؟ آره. تو که همیشه گوشیم دستت بوده. چرا یواشکی؟ تعارف نداریم که یواشکی هم حال میده. فروت هم حال میده. کلا من آدم بی‌تعارفی ام. پشت. منم که الان یواشکی چک نمی‌کنم چون نیازی ندارم، گوشیش همیشه دستم. الکی میگه هنوزم چک میکنم. میکنم ولی یواشکی چک نمی‌کنم. یواشکی هم چک میکنم. برو بریم سوال بعدی. برو بابا. تو اینستا کسی از رو درواسی فالو داری؟ آره. نه. آره دارم. من نه چون که فقط من فالو داری. آره. تو کیو؟ هستن یکی دو سه تا از دوستان. فالو کن. نه بذار باشم. اینا باید باشم ببینم. برو بریم سوال بعدی. تا حالا دستگیر شدی؟ آره. تو هم چی کار کردی آخه گولی؟ قبلا بهت گفتم. توضیح نمیخواد بدی. منم توضیح نمیدم. افتخار نداره که. چرا داره؟ نداره. برای من باعث افتخاره. یعنی بیمه جنگی بیمه. من لا تمام. برو بریم سوال بعد. تو زندگیت بیشتر از 4 تا اکس داشتی؟ داشتم دیگه، چیکار کنم؟ خراب یه بودن گذشته‌ای بوده. افتخار نیست. بوده دیگه. سبک زندگی. بوده نیست سبک زندگی. نه. شوخی کردم. از این شوخی‌ها ببین اینجا کردی جای دیگه نکن. باش اینجا گفتم جای دیگه نمیگم. برو بریم سوال بعدی. تا حالا مواد زدی؟ آره. افتخار. آره. یه بار، 2 بار، نه 3 بار. تست کردن عیب نداره که. امتحان کردم خوشم هم نیومد. چی تست کردی؟ نمیگم ولش کن، وارد جزئیات نشو. چیز بدی نبوده. یه چیزی که همین الانش هم خیلی عادی دارن مصرف میکنن. سوال بعدی. تا حالا شده کاری رو از روی لجبازی انجام بدی که خودت هم نمیخواستی؟ آره تا دلت بخواد. همش یسه. همش یس. تا ابد یس. ببین من لجبازی کردم، گفتم میرم انجام میدم اون کارو، ولی پاش که رسید نکردم چون خودم نمیخواستم. نه من کلا آدم لجبازیم. من آدم آروم بودی. وقتی با من لجبازی هنوز؟ نه. برو بریم سوال بعد. خب تا حالا بهت خیانت شده؟ آره بابا لاشیا. خوراکشون بوده. یه بار تو زندگیم بچه بودم. آها همون. نه به من شده 2 بار 3 بار 4 بار. به کی فکر میکنی؟ من به کسی فکر نمیکنم. به خیانت ها فکر میکنم. کی بهت خیانت کرد؟ آدمای خیانتگار عویزی. به آدم‌ها خیانتکار چه فکر میکنی؟ اصلا فکر نمیکنم. برو بریم سوال بعد داره دعوا میشه. تا حالا بچه فامیلو کتک زدی؟ آره بابا خوراکمه. به شرف پسی. وای من نه. من اصلا نمیتونم. میترسیدم. من میترسیدم. اخ میکردم. نه بابا ترس نداره. یه دونه میزدی گریه که میکردی یه ادوسوی سری یادش میرفت. سوال بعدی. چیه؟ تا حالا تو استخ شاشیدی؟ آره. میشه یه سوال بپرسی من نو باشم؟ خسته شدم از دیگه. چه؟ نه خیلی کوچولو بودم نه بزرگ بودم. هوا سرد بوده، استخرابش گرم بوده. هر کی دیگه هم بود جیش میکرد. نه من نمیکردم. چرا؟ من از هم بچه خیلی بچه بودم شنیده بودم میگفتن تو آب استخر بشاشی دور یه رنگی میشه. نه من میدونستم الکی میگن. میشاشیدم. من نه کردم خدا رو شکر و حق پرنشتن. برو بریم سوال بعدی. دلت در ایران تنگ شده؟ آره. من همش نو هم تو همش یسی. آره. من بچه ایران خیلی دوست دارم، بالاخره وطنم و کشورمه، ولی دلم تنگ نشد. من خیلی دلم تنگ شده با این وضعیت. با هر وضعیتی. آره. تا حالا از بابات کتک خوردی؟ بابا من همش شده نو. منم همش شده یس. من مامانم میگفتی شاید نظرم عوض میکردم ولی بابام نه من خوردم بعدم خوردم. یه لگد خوردم. اونم تقصیر خودم بوده. چرا؟ چیکار کردی؟ برف اومده بوده بهم گفته بوده نرو بیرون. خیلی هم کوچولو بودم ولی یادمه دیگه. رفتم پایین خوردم زمین گریه کردم اومد پایین یه لگد زد یه 2 متر اونجا پرت شدم. برو بریم سوال بعدی. حاضری 1 سال بدون اینترنت باشی ولی $1,000,000 تهش بگیری؟ نو.
من می‌خواستم یس بدم ولی یهو فهمیدم که یه سال $1 میلیون آدم فکر کنم بشه در آورد. یعنی میشه 100%. و نو بریم بر سال بعدی. در ازای $1 میلیون حاضری با من کات کنی؟ نو پوله. نو خودش پوله. نو پول که نیست، عشق. با افتخار نو. سال بعد پارتنرت آشپز خوبیه؟ یس. نو زده. ببخشید. نه چرا الان اون کار کردی؟ یه بار. خب الان به نیت اون یه باری که بادمجونتو بد درست کرده بودی. من 1.5 سال دارم برای این آقا غذا درست میکنم. قبلش دست به آشپزی تو زندگیم نزده بودم. خودم بهش یاد دادم. ولی تو این 1.5 سال یه بار میرزا قاسمی من بادمجونشو با حسینش هم با بلندر خورد کردم. بد شد. همینو بد شد. اگه اینجوریه چند بار تو زندگیش مثلا غذا درست کرده؟ همش بی نمک باشه ولی شور نباشه. غذای بی نمک رو میتونی نمک بزنی. من شور میکنم غذامو. بابا اون بادمجونه رو میشد سرماخوردی قرقره کنی. سوال بعدی بکنیم. برو بریم سوال بعدی داره دعوا میشه. تا حالا به پارتنرت دروغ گفتی؟ یس بودی یا؟ تو یسی؟ نه حواسم نبود. حواسم به تو بود. نه جون من یسی؟ نه نو. عشقم یه جوری بود داری میگی. نه نو. یه جوری داره میگه. نو. جون من. نو. جون من تا حالا دروغ نگفتم بهت. نه دروغ بهت نگفتم. چیز دیگه نگفتی؟ نه شاید مثلا یه چیزی بهت نگفتم. چی نگفتی؟ چیز مهمی نبوده. برو بریم سوال بعدی تا دعوا نشده. اگه برگردی به قبل با من میری تو رابطه یا نه؟ 100%. چرا باید انتخاب خودم رو زیر سوال ببرم؟ با افتخار دوباره انتخابت. اصلا بذار چی بهتون بگم، واقعا نقطه اوج من. حالا یه چیز گفتم. بریم سوال بعدی. اگه بگم یکی رو کشتم جنازش موند رو دستم کمکم میای بکنی یا نه؟ آره میام میکنم. You are my sunshine. لام نمودی؟ نه چرا باید لط بدم؟ کمکت میکنم بابا. کمکت میکنم. مرسی. میدونم چیکار باید بکنم. سوال بعدی. تا حالا شده خرابکاری کنی بندازی گردن من؟ آره. آره. من نه. آره منم آره. آره. بگو. همون بادمجونی که شروع خودم نمک زده بودم. یا خدا جون من. حالا نمیشد این سوال بعد اون سوال نباشه قبلش بود. چی میشد؟ عجب بی تربیتی هستی. این سوال بعدی. تا حالا دزدی کردی؟ یس. چی میگی؟ یس. آره بابا بچه بودم. آها بچه بودی؟ آره بابا اگه داری این ویدیو رو میبینی حالا نه خیرمونو بگیری یا کوچولو بودم به خدا. ببین چقدر هول شده بودم. اون پولایی که برداشته بودم از گاف صندوقت همه رو بردم ریختم تو کاسه توالت. دسته منو از همینجا ببخش. دوست دارم. خب بچه‌ها اگه دفعه تا چالشی دیگر وایسا دارم حرف میزنم. اگه دفعه اول دارید ما رو میبینید حتما لایک کنید، ساب کنید، اون دکمه زنگوله رو هم حتما بزنید. این پایین میاد که ببینید احتمال خیلی زیاد چون لایو هم میذاریم و اگه اونو آن کنید زنگوله رو لایوامون هم میتونید ببینید. بعد اصلا نمیدونید چه ویدیوهایی براتون تو فکرمونه بسازیم. این تازه اولش ها، هیچی هم نیست. میریم که داشته باشیم. خدافظ. بای بای.